السلام علیکم بینندگان برنامه حسن بیان از شبکه تلویزیونی بهارستان. حسن بیان چه هدف دارد؟ یگانه هدف حسن بیان همین است که در عین زمان، یعنی امروز، معیار زبان ادبی از جانب جامعه چه خیل رعایت می شود. یعنی در کار فرمودن عنصرهای لغوی، واحدهای فرازولوژی، در کلمه سازی، در عباره جمله بندی معیار زبان ادبی رعایت می شود یا نه؟ یعنی حسن بیان زبان را از آلودگی، از ویرانی احتیاط کردن است. معلوم است که زبان دولتی، قانون زبان دولتی در زمینه زبان ادبی امروزی تاجیکی قرار می گیرد. بنابراین هر نارسایی که در گفتار یا در نوشتار ما در کار فرمودن عنصرهای زبان به میان می آید، حسن بیان ما را آگاه می کند که طرز بیان باید چنین باشد و از چگونه غلط ها ما باید خودداری کنیم. در صحبت های گذشته هم گفتیم یک حصه بایگری لغوی زبان را کلمه، عبارت، ترکیب، جمله های تشکیل میدهند که خصوصیت ریختگی دارند. آن را واحدهای فرازولوژی میگویند. بیشتر در کار فرمودن واحدهای فرازولوژی هم غلط به میان می آید. یک سبب غلط شدن واحدهای فرازولوژی را من در آن میبینم که واحدهای فرازولوژی در قالب عباره، جمله ساده، حتی جمله مرکب واقع میگردد. البته ترکیب عباره و جمله کلمه های بسیاری را در بر میگیرد. یک کلمه را در خاطر نگه داشتن و به غلط تلفظ کردن و در نوشت کار فرمودن آسان است، یا یک چند کلمه را در شکل عباره، جمله ساده یا جمله مرکب. بنابراین واحدهای فرازولوژی وریانت، قرینه های بسیار پیدا می کنند که بعضی از همه قرینه ها به معیار زبان ادبی، به حسن بیان موافقند، بعضیشان موافق نیستند. در صحبت امروزی ما دو تا نمونه را از نظر میگذرانیم. من این گونه رقص را در عمر خود یک بار در دهه ساکتره دیده در حیرت مانده بودم. استاد عینی در حیرت مانده بودم گفتند. یا در روزنامه مادر سلیمان که در یک کنج خانه به کمچی کار مشغول بود، بنا خواست به پسرش نگریسته در حیرت ماند. تاجیکستان سویتی در حیرت ماند. مثل استاد عینی در اینجا هم وریانتی در حیرت ماند. از این احوال در حیرت افتاده مانند صورت دیوار به کوچه راست ایستاده بود. در حیرت افتاده. خط سوادناک بودن یک استای دوریدگر را دیده در حیرت افتادن. استاد عینی گفتند در حیرت افتادن. من فرصت را مناسب دانستم، پسی همان سنگ آمدم و به سوراخ نگریسته به حیرت افتادم. نویسنده جوان مجید سلیم به حیرت افتادم را کار فرموده است که به معیار زبان ادبی موافق است. ولی همشیره طبی زیبی به جسارت و بیباکی خود خلق را در حیرت انداخت. زنان تاجیکستان دولت را دور و درازی را در حیرت می انداخت. استاد رحیم جلیل. چنانه که می بینید در اینجا
وریانت در حیرت افتادن، در حیرت انداختن به کار برده شده است. وریانت دیگر، ابونواس مست بدید و از دیدن حالت او به حیرت شد. به حیرت شد. مثال دیگر، طبیب نبض کریموف را سنجیده در حیرت بود که تن 2 هفته پیشتر درست بود. چه حادثه روی داد که به این حالت افتاد؟ از همه مثال های آورده به چه خلاصه آمدن ممکن است؟ دوستان عزیز، بسیار واحدهای فرازیولوژی در نتیجه استعمال شدن یا سری استعمال گردیدن آهسته آهسته کوتاه می شوند. از اولشون یک کلمه می افتد و همه فعلی که در حیرت افتادن، در حیرت ماندن، در اول ما گفتیم پیش از کلمه حیرت کلمه دریا هست. به دریای حیرت افتادن، در دریای حیرت ماندن، یعنی افتادن و ماندن با همین کلمه دریا تناسب معنایی دارد و بر وریانت درست این واحد فرازیولوژی در حیرت افتادن و در حیرت ماندن. حتی در حیرت بودن هم به مثل همین به منطق سخن درست می آید. به حیرت آوردن وریانت نادرست است. چرا؟ چون که فعل آوردن با کلمه دریا تناسب معنایی ندارد. یا به حیرت شدن هم که یک مراتبه در نمونه آورده ما مشاهده گردید، این هم به معیار زبان ادبی موافق نمی آید. چون که فعل شدن با کلمه حیرت تناسب معنایی پیدا نمی کند. یعنی برای درستی آن را سنجیدن باید دانست که بسیار واحدهای فرازیولوژی در اول کلمه دارند و فعل با همان و کلمه با همان اسم تناسب معنایی دارد. مثلا عذاب کشیدن، زحمت کشیدن، این هم واحد فرازیولوژی است. در نتیجه کوتاه شدن یک کلمه از اول عذاب و زحمت، همین واحد فرازیولوژی امروز در تلفظ ما باقی مانده است. باری عذاب کشیدن، باری زحمت کشیدن، بارو میکشانند. بنابراین این طرز افاده اصلی برآمد واحد فرازیولوژی زبان تاجیکی است. آن را در همین شکل سالم کار فرمودن به معیار زبان ادبی موافق می آید. هنگام کار فرمودن همین گونه عنصرهای زبان تاجیکی چی باید کرد؟ باید به زبان اثرهای بدیعی، به زبان اثرهای بدیعی استادان کلام بدیعی مراجعت کنیم، بیشتر خوانیم و از همانجا در یاد ما میماند که این واحدهای فرازیولوژی در کدام وریانت یا قرینه به معیار زبان ادبی موافقند و از استفاده کدام وریانت های غلط باید خودداری کنیم. با همان نیت نیک این صحبت ما را به انجام میرسانیم. در تحصیل آینده شما کامیابی آرزو ماندم. شاگردان عزیز ما